بیبی جان بله بگو چی هم خدمت یک ازاری خب بتیم ازار یک ازاری ها ما بدهی روی دارم چی میکنی؟ 1000 روپا به طلبه در چیز خیرات دیدین آه در یک چیز روپا دو روپا دیدیم این 1000 روپایی تا بال ندیدیم تو ریت یک بالا کن چند میارزی ما زیاد میارزم بتی ازاری را که بردی و نه هر ازاری را بتی باز روی مالچ میکنم برا تو دیگه 1000 خونه 500 میتونم کم این تو دست خدا پیش کنم دست در دست ما بخوره چند روپا میگیری 3000 اگر دست چند؟ ما 3000 3000 آدم خوب میره رسمی آرزی میکنه چی بکار نه نرخاره خیلی بالا تو یک ریت بالا کن ریت بالا کن اوه حالا یک قدر مقبول هستی چرا شوهر نمیگیری چرا زندگی تا جور نمیکنی چرا کدیکی عروسی نمیکنی چرا نکاح تا بسته نمیکنی فیسبوک داری فیسبوک تا بتی چه خوب موتر مقبول داری باشه یک عکس بگیرم موبایل 6 پلاس سایکو خندکو 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 مثبت 6 خندکو که فیسل فیس پیش کنم این اونو تو دار میدی پس تا اینجا بیارم چند روپا میگیری 50000 اوی سامسی پیسه اوتلا میگه خب بریم بس شمون همین روزی 1000 روپا ما میتونه بین میشه کدیما ما روز 10000 روپیه دیگه میتونم اینجا 20 کار دیگه داریم دیگه چی کار داری؟ تو را چی؟ امی که چکر میریم یک کار نیست؟ ای که چکر میری یک کار دستم به دستت خورد مرا 1000 1000 نه 10 روپا دست ده کجا خورد به دست والا این رقم که میبینم در دست خوردن تو 10 روپا 50 روپا دادن اینجا است دزدی مام سر صبح چادری کده می مگه رقم درآمد داره این کار من دزدی دینی بر پاکو بردی و نه خود سر در روز چند کار میکنی تو خو اگه می رقم مشتری پیدا شد گفتن 20000 نمیشه میشه راز گفتن نمیشه گفتن نگوی نظم بابا کلانای ما وظیفه ما